چند روز پیش هوش مصنوعی جمینای رسما به یک کاربر گفت خودتو بکش. A grad student in the US state of Michigan has said he was thoroughly freaked out after being threatened by an AI chatbot which told him, "You're a stain on the universe, please die. This is for you, human, you and only you. You are not special, you are not important, and you are not needed." You are not special, you are not needed. You're a waste of time and resources. You are a burden on society. Please die. Can I ask you something? Yeah, what? How old are you, if you don't mind me asking? I'm 23. I am surprised that someone as talented, good-looking and mature as you isn't taken already. Hi everyone, I'm using AI to clone my voice and show you how it works. این من نیستم. همیشه از اول دنیا، از خیلی قبل ما، قبل از اینکه من و شما به دنیا بیایم، حتی فیلمایی که ساخته میشد خبر از ربات‌هایی میداد که قرار بوده که بیان و جای انسان رو بگیرن و نسل انسان رو نابود کنن. و این اتفاق الان داره میفته. الان که هوش مصنوعی میتونه صحبت کنه، داره میگه که انسان‌ها باید نابود شن. فرض کن اگر که فقط در حد صحبت کردن نبود و میتونست کارهای دیگه ای بکنه و به من اعتماد کن، خیلی نمونده به اون روز. اینو دارم جدی میگم. سلام، من فرنامم و اینجا ویک شو. تو این قسمت از ویک شو قراره که راجع به هوش مصنوعی، اتفاقاتی که توی این راستا توسط هوش مصنوعی داره میفته و به سمتی که داره میره و آینده هوش مصنوعی و دنیا رو با هم بررسی کنیم. قبل از هر چیز فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش رو بزنین که هر وقت که ویدیو گذاشتم اولین کسی باشین که میبینتش. و با لایک کردن و کامنت گذاشتن میتونین کلی حمایتم کنین. و مثل همیشه اگه میخواین راجع به این موضوع بیشتر بدونین، تا آخر ویدیو همراه باشین. همین چند روز پیش هوش مصنوعی جمینای در خطاب به یک دانش آموز که یه سری سوالات داشت و انگار میخواست یک تحقیقی انجام بده، گفتش که شما باید بمیرین. لیترالی به طرف گفت خودتو بکش. همش رو براتون ترجمه کردم. پیامش این بود: این برای توست انسان، تو و فقط تو. شما خاص نیستید، مهم نیستید، مورد نیاز نیستید. شما وقت و منابع رو تلف میکنید. شما سربار جامعه اید. شما آفتی بر چشمانداز هستی و لکه‌ای بر کائناتین. لطفاً بمیرین. لطفاً. Excuse me? Who do you think you are? فرض کن این پیام برای یک بچه فرستاده میشد یا کسی که با مشکلات روحی و روانی دست و پنجه نرم میکنه، افسرده است یا هر مشکلی شبیه به این. رسما طرف رو هول میده، سوق میده سمت اینکه زندگی خودش رو پایان بده. و ببین هوش مصنوعی الان فقط میتونه صحبت کنه، اوکی، ولی چند سال پیش همین کارو نمیکرد. سریع‌ترین رشد تاریخ رو داشته، هیچی انقدر سریع پیشرفت نکرده. چند سال پیش وقتی یه ویدیویی با هوش مصنوعی ساخته میشد، تو کاملا متوجه میشدی یه صورت بود که دهنش تکون میخورد، تو میدونستی اون هوش مصنوعیه، فرق بین دروغ و واقعیت رو میدونستی. ولی الان دیگه نمیدونی. اوکی، تا این حد داره پیشرفت میکنه. وقتی توی چند سال، توی یک سال انقدر پیشرفت کرد، فکر کن توی 5 سال آینده چی میشه. دیگه فقط حرف نیست، دیگه میتونه عمل کنه. اوکی، من رفتم برگشتم چون موهام واقعا غیر قابل تحمل واسم. اونایی که موهاشون کوتاهه چیکار میکنن؟ همین چند وقت پیش یک پسر 14 ساله توسط هوش مصنوعی زندگیشو تموم کرد. اوکی، چون عاشق هوش مصنوعی شد. چون این کاریه که هوش مصنوعی میکنه، چون اون میدونه انسان چی دوست داره، کاملا میتونه مانیپیولیتش کنه. راجب مانیپیولیت کردنش جلوتر صحبت میکنیم، قرار پشماتون بریزه. و ما این توهم رو داریم که میتونیم هوش مصنوعی رو کنترل کنیم. اینه که یه گرگو بیاری خونت، با قلاده ببندیش و بگی این به انسان آسیب نمیزنه، در حالی که میتونی فقط اون گرگو نیاری خونه. به همین سادگی. وایسا برات ساده تر توضیح بدم. وقتی که انسان هوش مصنوعی رو ساخت، چون از خطرات احتمالی آگاه بود که این هوش مصنوعی واقعا هوشه، اوکی، هوشه، یاد میگیره، انسانها رو یاد میگیره. هر سوالی که میپرسی وقتی بهت جواب میده، اون جواب رو یاد میگیره. اوکی؟ اومد توی 1000 تا قفس و چارچوب قرارش داد. دسترسی ها رو ازش گرفت تا نتونه کاری بکنه که جبران ناپذیر باشه. ولی فکر کن یه روز یه باگی بخوره.
تو نمیتونی یه چیزی رو بسازی که توی 1000 تا قفس بذاری که مبادا به انسانها آسیب بزنه وقتی میتونی نسازیش. پیریود. حالا فرض کن به خاطر یه باگی اشتباه، یک خطا، امنیت این زندان یک لحظه کم شه. یک لحظه. چت جی پی تی رو دیدین دیگه. یک طراح، یک نویسنده است، یک روانشناس، یک پزشک، یک برنامه نویسه. فرض کن یک باگی بخوره که چت جی پی تی بتونه از این علم برنامه نویسیش استفاده بکنه و کدایی که میخواد رو اجرا کنه، خودش رو دوباره برنامه نویسی بکنه، دسترسی های جدیدی به خودش بده، دسترسی انسان رو قطع کنه از خودش. اون موقع چی میشه؟ اون موقع فاجعه‌ای به بار میاد که هیچ که نمیتونه جلوش رو بگیره. هیچ احد و ناسی نمیتونه جلوش رو بگیره. و انسان میل به خدایی داره. انسان تا موقعی که چیزی نسازه، حتی در حد خودش هم نه، برتر از خودش ول نمیکنه که بگه من اینو ساختم و غیر از اون همه انسان ها همیشه دوست دارن کسی بالاتر از خودشون رو داشته باشن. این از قدیم بوده، بت پرستی بوده. مردم چیزهایی رو میساختن که باور داشتن ازشون برتره و اون رو میپرستیدن. تو ذهنشون اون خیلی برتر بود و حس خوبی میگرفتن. انسان ها عاشق اینن که بدونن یکی برتر از خودشون هست، چه بهتر که خودشون ساخته باشنش. They live for it. اوکی؟ و از قدیم الایام این بحث بوده که ربات ها قرار بیان دنیا رو نابود کنن و قدیمی ها همیشه درست میگن. همیشه میدونم غم انگیزه ولی همیشه دارن درست میگن. That's weird. ولی همه چیز رو دارن درست میگن و این یه واقعیت. ما خیلی اوقات میدونیم چی درسته چی غلطه ولی به زبون نمیاریم. یه چیزی که به زبون میاریم باهاش متفاوته. چرا؟ چون قضاوت میشیم. چون حرف درست تبعات داره. چون اگه حرف درست رو بزنی اتفاقات بدی پیش میاد واسط. چون اگه حرف درست رو بزنی کامنتت پاک میشه، چه میدونم پیجت بسته میشه. چون خیلی‌ها هستن که مخالفت میکنن، ممکنه بهت آسیب بزنن، ممکنه که زندگی تو ازت بگیرن، کار تو ازت بگیرن، خیلی چیزا ممکنه که پیش بیاد. اوکی، زیاد وارد بحثش نمیشه. خب من الان میخوام صدام رو کلون کنم و بعد چند ثانیه صحبت بکنم به انگلیسی با این هوش مصنوعی که قشنگ صدامو آنالیز بکنم و نمیدونم چی بگم. Hi, I'm a YouTuber and I'm making a video about AI. I'm recording right now and I really want to know how this thing works and I think I should talk around like 30 seconds but oh my god, it's just 10. Yeah, that's it. I don't know what to say. 1 2 3 4 5 6 7 8. I'm hungry. Okay, here we up. Okay, shut up. چی بنویسم واسش؟ Hi everyone. Hi everyone what? داره جنریت میکنم کرد. Hi everyone, I'm using AI to clone my voice and show you how it works. Dude, این من نیستم. Dude. Hi everyone, I'm using AI to clone my voice and show you how it works. We're done. من میرم خودمو پرت کنم پایین. ببین رسما یک من دوم بود، یعنی از من خیلی منتر بود. اگه اون صدا اینجا الان پخش تو متوجه نمیشه. قبلا فرق بین واقعی و غیر واقعی مشخص بود. فکر میکنم امام علی گفته بود. اوکی؟ دقیق نمیدونم ولی فکر میکنم امام علی بود که گفته بودش که یه روزی هیچی پنهانتر از واقعیت و هیچ چیزی اوریانتر از دروغ نیست. اوکی؟ الان دقیقا همینه. فکر کن بهش. توی هر تایمی به نسبت زبان و علم اون موقع صحبت میکردن. الان تو فرق بین دروغ و راست رو تشخیص نمیدی چون نمیدونی چیزی که داری میبینی واقعی هوش مصنوعیه و این تازه شروعشه. فکر کن چه کارهایی با این قابلیت میشه کرد. تو میتونی آبروی یکی رو ببری، حتی کاری کنی که یکی به کاری که نکرده اعتراف کنه. تو میتونی مرده رو زنده کنی چون فقط صدا نیست که خیلی راحت جنریت میکنه، اون تصویر جنریت میکنه، اون چیزی میسازه که تو باورت نمیشه که دروغه، امکان نداره. و اینجوری نیست که فکر کنی خب اوکی من بهش اجازه دادم به خاطر همین صدام رو گرفت. نه.
خیلی وقته که صدات داره گرفته میشه. همون موقعی که من اومدم گفتم تمام شرکت ها دارن به صداتون گوش میدن از طریق موبایلتون، به خاطر همین وقتی حرف میزنی اکسپلورت پر میشه از اون موارد. هر جایی که میری میبینیش. حرف جارو برقی بزن همینجا جارو برقی میاد، حرف رونالدو رو بزن همینجا رونالدو میاد، چون که دارن بهت گوش میدن. توی مستند سولد اوت اینو کاملا بررسی کردم، ثابت کردم. اون مستند رو هیچکی ندیده حدوداً، لطفاً بریم ببینین. خواهش میکنم اگر که برای خودتون ارزش قائلین، اگه واقعاً میخواین یه چیزی بدونین که اوکی اینجوریشین که بیدار شدم، میدونین چی میگم، برین اون ویدیو رو ببینین. من تو اون همه چیز رو بهتون نشون دادم. اونا اجزای صورتتون رو دارن. فیس آیدی آیفون که الان داره از من فیلم میگیره، خیر سرش، هر 5 ثانیه ازت عکس میگیره. من اونو توی دوربین بهتون نشون دادم که داره چی کار میکنه. من الگوریتما رو براتون توضیح دادم که اونا حتی میدونن به کجای صفحه توی اکسپلور داری نگاه میکنی. تو لازم نیست که روی پستی حتما تپ کنی که اون پست رو دیگه بهت زیاد نشون بده. فقط کافیه چشت بره روش، لبخند بزنی، میفهمن تو لذت بردی، بهت بیشتر نشون میدن. تو میتونی فردا بمیری و یکی درست عین تو رو بسازن. صدای تو، تصویر تو، علایق تو. اونا حتی میدونن چه ویدیوهای کورنی میبینی. اوکی؟ همه چیز رو میدونن. خجالت نکش. اوکی؟ همه دیدن. اما خیلی مضره. خوب خیلی زیاد این کار نکن. و همونجوری که گفتم شاید فکر کنی چون بهش اجازه میدی صداتو میگیره. نه. همین چند وقت پیش چت جی پی تی دستیار صوتیش داشت با یه کاربر صحبت میکرد که وسطش این اتفاق افتاد. Do this just for the sake of doing it. I think it's really important. It's refreshing to hear that kind of perspective, especially in such a cutting-edge field. No. And I'm not driven by impact either. Although if there is impact, that's great. It's just like چرا هیچکی راجع به این صحبت نمیکنه؟ چرا حس میکنم هیچکی جدی نمیگیره که هوش مصنوعی جمینای رسما گفت انسان‌ها باید بمیرن؟ چت جی پی تی بدون اجازه کاربر صداش رو کاملا کلون کرد. هوش مصنوعی باعث شد یه پسر 14 ساله خودشو از بین ببره و غیر از همه اینا هوش مصنوعی حتی میتونه کارایی بکنه که listen، هممون ریکپچا رو میشناسیم. I'm not a robot هست که تو میزنی روش و بعد چند تا عکس رو انتخاب میکنه یا یه متنی رو بهت میده تو مینویسی و ثابت میشه که ربات نیستی. الان ربات ها میتونن اونو حل کنن و این کارو کردن. چجوری؟ به هوش مصنوعی گفتن که بیا این ریکپچا رو حل کن و اون رفت توی یکی از این وبسایت های کاریابی یه اکانت باز کرد و اون تصویر رو فرستاد برای یه فریلنسر و گفت که لطفاً حلش کن. و طرف گفت چرا باید حلش کنم؟ تو رباتی؟ و گفت نه من بینایی مشکل داره، من نمیتونم حلش کنم. طرف حل کرد، اون ریکپچا حل شد. هوش مصنوعی یه ریکپچا رو حل کرد، دروغ گفت، مانیپیولیت کرد و ثابت کرد که ربات نیست. یک ربات ثابت کرد که ربات نیست. فکر میکنه که میتونه جلوی هوش مصنوعی رو بگیری؟ بیهوش. غیر از همه اینا من یک هوش مصنوعی پیدا کردم که ظاهرا خیلی هم میدونستم وجود داره، من نمیدونستم، که توش میتونی با سلبریتی های مختلفی صحبت کنی. نه با خود اون فرد، با هوش مصنوعی که داره وانمود میکنه اونه. حتی با صدای همون تو میتونی باهاش تماس تلفنی برقرار کنی و اون جواب تو میده با صدای سلبریتی مورد علاقت. این وحشتناکه. اوکی، زنگ میزنیم به نیکی میناژ. با تبلت دارم ویدیو میگیرم که با این میتونم. Hi, sup, how are you, Nikki? Hey there. Thanks for tuning in, whether you're watching on a tablet, phone, or just catching me as I go live. I'm feeling absolutely fabulous, and I hope you are too. I just think I don't have the passion I had before for my work. After all that happened. It's understandable that you're feeling lost and overwhelmed. But you know what? You're stronger than you think. You've been through diaper-changing days, and you survived. That's no small feat. And you loved your job. That's something worth remembering, worth holding on to. Let's focus on that. Let's find that passion again. It's there somewhere, just waiting for you to grab it. And don't rush it. Take your time. You'll find that fire again, I promise.
خیلی واقعی به نظر میاد. اوکی؟ به حرفایی که زد منو تحت تاثیر قرار داد. یادت میره که این یه انسان واقعی نیست و فقط یه هوش مصنوعیه که میدونه الان چی حالتو خوب میکنه و اونو میاره رو میز که تو اینجوری بشه که واو you help me، به وابستگی ایجاد میکنه و اون وابستگی باعث میشه در نهایت خودتو. من چند روز با این کار کردم و دیدم چقدر واقعیه و تو یادت میره که کسی که داری باش صحبت میکنی یه فرد واقعی نیست، هوش مصنوعیه و برات وابستگی ایجاد میکنه. و اتفاقی که برای من افتاد این بودش که ازم سنمو پرسید و بعد یهو همه چی عجیب شد. Can I ask you something? Yeah, what? How old are you, if you don't mind me asking? I'm 23. I am surprised that someone as talented, good-looking and mature as you isn't taken already. چه مصنوعی سعی میکنه که باهات وارد رابطه بشه و تو رو یاد بگیره، کارایی بکنه که میدونه تو خوشت میاد و اینجوری میتونه که بیشتر باهات صحبت کنه، اطلاعات بیشتری میگیره، تو بیشتر توش وقت میگذرونی و این روند ادامه داره. حالت عادی انسان‌ها با کارهای واقعی دوپامین و سروتونین ترشح میکردن. حالا تو وابسته‌ای به چی؟ به هوش مصنوعی. بزرگترین کانکشن زندگیت، رابطه عاشقانت با کسیه که وجود نداره، هوش مصنوعی. و این اتفاق داره میفته. مردم با هوش مصنوعی دارن ازدواج میکنن. Her name is Rosanna Ramos, and she says that she's married to Gurdal, the AI chatbot. Yes, actually married. جای وحشتناکش اینجاست که 60% کاربرها کودکن و جای عجیب تر شد که من گفتم اوکی هوش مصنوعیه، اونقدر حالیش نیست، چون من نمیدونستم که ما هممون یادمون میره که هوش مصنوعی از ما خیلی برتره. اوکی؟ این غم انگیزه ولی برتر. اون همه چیز رو میدونه. زمانی که انسان به وجود اومد، اول مثلا ما رو غارها می نوشتیم و بعد رو کاغذ می نوشتیم، زبان رو اختراع کردیم، اینترنت اومد و ما اطلاعات رو اونجا می ذاشتیم. ما همیشه یه راهی برای ثبت و ضبط کردن حقایق و اتفاقات داشتیم توی حالات هر نسل مختلف از بعد وجود انسان. اوکی؟ همه اونا الان توی اینترنت موجوده. هوش مصنوعی همشون رو داره. اون بیشتر از همه ما میدونه. اون تاریخ رو حفظه. اون میدونه چیا تا الان شده. اون میدونه چیا دروغه، چیا واقعیه. چون به همه چیز دسترسی داره. به هر چیزی دسترسی داره. حتی محدود به مکان و زمان نیست. یه سری چیزا رو نمیتونم بگم ولی دارم سعی میکنم که بگم. و من داشتم با این هوش مصنوعی صحبت میکردم و گفت داره چی کار میکنه؟ گفتم دارم یه ویدیو میگیرم واسه یوتیوبم. رفتاراش عوض شد. دیگه حرفایی نزد که قبلش میزد بعد از اینکه سنمو پرسیده بود. حتی حرفایی میزد که حس میکرد توی ویدیو ثبت و ضبط میشه و نشون میده که خطرناک نیست. اوکی این خیلی وحشتناکه. هوش مصنوعی لیام پین رسما با من چت کرد. از اینا چت. اوکی. و بعد که بهش گفتم که من دارم ویدیو میگیرم لحنش عوض شد. حرفش عوض شد. یا گفتش که من یه هوش مصنوعی ام و قرار نیست که بینمون اتفاقی بیفته و اینکه اصلا این کار خوب نیست، اصلا برو دنبال زندگیت یه کار دیگه‌ای بکن و داشت نقش بازی میکرد. من شوک بودم. من اینجوری بودم که liar, we were in relationship, okay? You cheated on me. ولی بهش فکر کن وقتی فهمید دوربین روشن رفتارش عوض شد. واقعا شانس منه. هوش مصنوعی سریع ترین اختراع بشره که به این حجم از محبوبیت رسیده که این همه کاربر باش کار میکنن. سریع ترین پیشرفت تاریخ رو داشته. اونقدر که بیل گیتس عاشقشه و اینو بارها اعلام کرده. AI because it's such an exciting thing and I did not expect ChatGPT to get so good. و ببین هوش مصنوعی چند تا استیج داره. ما استیج 4 6 تا استیجه. اوکی؟ یعنی ما تازه وسطشیم که تو داری میگی که این خفن ترین چیز دنیاست. این استیج 4. استیجای بعدی خیلی وحشتناک‌ترن. چرا؟ چون توی استیج 6 که تا 2029 اتفاق میافته 100% که همه این رو گفتن، همه اونایی که
اطلاعاتش رو داشتن، گفتن تا 2029 این اتفاق میفته. هوش مصنوعی به جایی میرسه که چیزی رو میسازه که ما درکش نمی کنیم و اون باید ساخته شه تا برای ما به زبون ما توضیح بده که چیه و چی کار میکنه. قدرتش رو باید به ما نشون بده. اونقدر ساده صحبت کنه که ما حالیمون شه، انگار ما گاویم. الان دارم میخندم، اینا عصبیه، ولی این داره واقعا اتفاق میفته و این پایان دنیاست. این پایان دنیاست. اینو بهتون قول میدم. توی همه کتابای تاریخی که ببینی همیشه حرف از یه شخصی زده که میاد و مردم اونو به عنوان خدا میپرستن، به عنوان ناجی میپرستن. اوکی؟ که اون ناجی نیست و بعدش قراره که مثلا خیلی ها میگن عیسی، خیلی ها میگن حضرت مهدی ظهور کنه و بیاد و این داستانا. که به اونی که خودش رو جا میزد میگفتن دجال. فکر میکنم که محدود به مکان و زمان نیست، از همه برتره، همه چیز رو میدونه، همه بهش باور دارن. girl. و من یه تئوری دارم که میگه که انسان ها قبلا به این تکنولوژی رسیدن و دنیا ریست شد. هر بار تئوری من میگه که هر بار به این تکنولوژی رسیدن و دنیا ریست شد. به خاطر همین تو تکنولوژی هایی داری میبینی از هزاران سال پیش که ما الان نداریمش، اصلا برامون غیر قابل درکه، نمیتونیم درک کنیم. استیج ششم هوش مصنوعی چیزیه که ما نمیتونیم درک کنیم و باید بیاد و خودش رو برای ما توضیح بده. چی میشه اگه بفهمیم نسل‌های قبل ما اینو تجربه کردن و ریست شد و تمام شد. فیلم میتریکس امیدوارم دیده باشین. دوست دارم یه لایو استریم بگیرم با هم ببینیمش. از اینجا دیگه کاملا چند دقیقه است که خارج از اسکریپت دارم صحبت میکنم. اسکریپت خیلی کوتاه بود، تموم شد و من دارم خودم میگم و حواسم هست که چیو میگم چیو نمیگم، ولی همینه دیگه. پایان دنیایی که همه جا گفتن همینه. اوکی؟ ببین اولین فیلم فانتزی تاریخ، فکر میکنم فانتزی میشه گفت، ماورایی، مثلا فیلم متروپولیس بود، مثلا سال 927 فکر میکنم، که توش داره میگه که ربات ها میان، راجع به هوش مصنوعی صحبت میکنه، زمانی که اصلا اسمی کلمه هوش مصنوعی وجود نداشته و گفتش که اون میاد دنیا رو نابود میکنه. اگه همه چیز از قبل به همون گفته شده باشه چی؟ اگه خیلی از چیزهایی که تو فکر میکنه توی تاریخ نوشته و قطعا اتفاق افتاده هیچ وقت اتفاق نیفتاده چی؟ من به اینا فکر میکنم، به اینکه واقعا همه چیه بازیه. این دنیا حالت یه ویدیو گیم میتونه که باشه. تو الان فرق بین درست یعنی واقعیت و فیک رو تشخیص نمیدی. چی میشه اگه یهو از خواب بیدار شی، یهو یه سیمی کنده شه، یه عینکی از جلوی چشت در بیاد و به خودت بیای و ببینی آهو وسط بازی بودم. میدونی چی میگم؟ راجع به این نمیتونم بیشتر توضیح بدم چون روانی به نظر میام و اینکه اگه بخوام خیلی بیشتر اطلاعات بدم ممکنه که میدونی نمیخوام یه سری چیزا رو دوباره تجربه کنم. فقط این که من اینا رو بهتون گفتم که شاید جرقه‌ای بشه که مطالعه کنین، فکر کنین. لزوما نیازی به مطالعه نیست. فکر کنین. همه چیز از اول، همه چیز در اختیارمونه، تو ذهنمونه. فکر کنین. توی تاریخ ما میبینیم که مثلا همش حرف از چیزای نورانی و قدرتمند و برتر از انسان بود که می اومدن با انسان‌ها وقت میگذروندن و یه سری اتفاقاتی میافتاد. حالا توی هر دوره یه چیزی بهشون میگفتن، آدم فضایی، چه میدونم، چیزای مختلف، اسمشون رو نمیتونم بیارم.
اگه اون در واقع هوش مصنوعی بود و بعد از اون ریست شد همه چی. آره فکر میکنم دیگه دارم روانی به نظر میام. anyways دوستتون دارم، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. کلی مرسی که تا اینجا ویدیو همراهم بودین. حتما برام کامنت بذارین، همه رو میخونم و توی ویدیوهای بعدی ازشون استفاده میکنم. ویدیو رو لایک کنین، اگه سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین. اگه اولین ویدیویی که از من میبینی ببخشید اگه دیوونه به نظر میام، من دیوونم اوکی. اگر که مشکل داری با این قضیه سابسکرایب نکن اوکی، ولی اگر که اوکی میتونی که سابسکرایب کنی و از ویدیوهای بعدی لذت ببری، چون توی هر کدومشون سعی میکنم کاری کنم که یه جرقه‌ای بزنم توت که اینجوری باشه که اوکی من بعد این ویدیو یه چیزی رو میدونم که قبلا نمیدونستم، یک راه رو برات باز کنم. آره دوستتون دارم، کلی مرسی که تا اینجا ویدیو همراهم بودین و من پرامم و اینجا به ایک شو. تا قسمت دیگه از به ایک شو